دوستای نازنین باز هم خوش آمدین. قسمی که شما در تصویر میبینید ما باز هم در یکی از خانواده‌ای آمدیم که فعلا در جای قرار داریم که برای مرغا می خانه را ساختن واقعا و طرف مرغا که میبینید و خودم تو مرغا کلش کلان کلان شده فهم جان و این خانواده همچنان خیلی زحمت زیاد کشیده و من خواستم که از خود خانواده پرسان بکنم که چطور است وضعیت مرغا و همچنان چطور است کاروبارشان. سلام خدمت شما، خوب هستین صحتمند؟ بخیر باشین برادر، خوش آمدین. زنده باشین. میشه خودم معرفی بکنین؟ بگرمی خانه فقیر ناتوان بودیم، خیر بین از کمکتان، تشکر زیاد. که قدیمی سرگردان هستیم دیگه. خودتان سابق چه کار میکردین؟ سابق گلکاری و مردکاری و این حالی بیکار است. حالا چطور است این مرغات یک چیز حداقل به روزگارتان تغییراتی که پا خواهد آورد؟ به خدا امید داریم از خدای خود که چی شود. زحمت خو میکشین دیگه. زحمت بکشین دیگه. بله. خب چطور پیش از اینکه مرغا رو بگیرین این خانه رو براشون جور کردین یا پیش از این جور کرده بودی وقت آمدگی داشتی برش؟ پیش از این نصف جور کردیم نصف پسان جور کردیم. بعد از مرغا اومدن. خب چقدر از مرغای خودت تاول کدام تاش خدا نخواست تلفی گپا نشد؟ یک تا مونده. یک تاش کشته شده. یک تاش از پیشتان پشک چیز بود سنگ من غلطه بودش. قلوبون غلطه. بسیار خوب. چطور است انال شما چی پلان دارین؟ پلان آینده‌تان چی است استقبال مرغا که شما این مرغا اگر کلان شه و سر تخم بیه شما چی کار امرشون میکنید؟ مجبور از زمین گزاره بکنیم دیگه. هر چی خداوند بخواد. و شما در خانواده چند نفر هستین؟ 23 نفر. 23 نفر در خانواده هستین. بله دوستای عزیز، در این خانواده که شما در تصویر می‌بینید 23 نفر است. خودتان از سن پسر و کلان گپم ندارین شما؟ پسر کلان ما 15 ساله است. خب شما چند زن عروسی کردین؟ دو تا. اوه نام خدا اصلا شوقی بوده دیگه. من 23 تا اولاد از یک خانواده من تا ایران موندم که چطور سرگردان هستم دیگه کلاگی. خوب میکنید، موفق باشین دوستای عزیز. و واقعا وقتی که امی کار و مرغ گپای زره یک جنجال زیاد داره، اما آدم وقتی که یک ذره خوب داشته باشه، یک جای خوب مناسب برای مرغ داشته باشه، واقعا مرغ خوب چیز است که آدم نگاه بکنه. خوب چیز است، بیخی خوب چیز است. اما یک ذره زحمت داره دیگه. زحمت داره دیگه. چطور است هر روزه کدام کارا دقیق مرغ خودت انجام میدی؟ دانش دانه میتونم، آب میتونم، یکم میدان میکشم، یک ساعت نیم ساعت دیگه خلاص. بسیار خوب. یاد چقدر وقت بود بخیر سر تخم خواهد آمد؟ بخیر که ما زحمت کشیم که معلوم نیست که 2 ماه به دستی ما. خب یک روز دیگه ان شاء الله میایم دیگه واسه سمت تخم خوردن از این تخم. خیر باشین ان شاء الله. بابا خیر براتون. سلامت باشین دوستای عزیز. و در این خانواده وقت که آدم میبینه بیچاره اولادکاش خورده است و روزگار قدر چندان چیزی نیست که ندارن البته. و باز هم هزار سپاس میکنیم از بنیاد خیری امید حیات که خانواده را کمک همکاری کردن. البته در حدود امی خانواده که 42 خانواده هست و ما چون آغاز برای شما گفتم که هر روز ما میریم سروی میکنیم و میبینیم آل احوال میگیریم که چی کارا کردن و چطور هستن، آیا راضی هستن یا نه. ولی خوشبختانه خداوند راضی باشه ما راضی هستیم. خدا را شکر. و میریم در جای بعدی ببینیم که دوستای دیگه ما مصرف چی هستن، چی میکنن، آیا چوچه مرغایشان خوب است نیست، آیا با خبری میکنن یا نمیکنن. امیدوارم که تا لحظه اخیر ما را همراهی بکنید و همچنین سابسکرایب دکمه زنگوله یادتان ما را حمایت بکنید تا باشه که برنامه خوب و معقول تقدیمتان بکنیم. خدا نگهدار همتان، وقتتان بخیر.